سلام. امروز اومدیم با چسب هل پیچ کارتل موتورمون که کاملا مادگی داخل رزواش از بین رفته بود، یه خورده چسب هل زدیم، پیچ جاش بستیم و الان مثل فولاد صفر شده و کارش عالیه. چسب هل خب دیگه روغنمون ما واسه بعدها از اینجا تخلیه میکنیم و از اون بر پر. چسب هل واسه لوله کشی یا شوفاژ، آب گرم کن، نشگیری رادیات و پیچ کارتل استفاده میشه و در صنعت خودروسازی هم کاربردهای زیادی داره. خب واسه ما که نتیجه داد، امیدوارم به درد شما بخوره. اگه میخواید هزینه زیادی انجام ندید با موتور، میتونید از چسب هل اینجا رو توجه کنید، حتما چسب هل باشه، واقعا چسب قوی و عالیه. اینم از کار ما.